یک کارزاری در حال راه افتادن برای سلطان تحت عنوان کارزار حمایت از آزادی امیر تتلو، یا حالا عنوان شاید تغییر بکنه، که در سایت کارزار که یک سایت مورد حمایت دولت و سیستم حکومتی جمهوری اسلامی هستش داره در واقع تحریزی میشه. و خواهشی که از شما دارم اینه که لطفاً در این کارزار شرکت بکنید، حمایت بکنید. لینک کارزار رو من هر زمانی که آماده بشه زیر همین ویدیو میذارم. دوستانتون رو دعوت بکنید به این قضیه. این موضوع یک موضوع کاملا انسان دوستانه است دوستان عزیز. جدا از تمام مشکلاتی که ممکنه شما با هر کسی داشته باشید، جدا از تمام اختلافاتی که ممکنه شما با هر شخصی در این در واقع دایره همکارهای سلطان داشته باشید، جدا از هر مشکلی که ممکنه شما اصلا با آرتیست ها داشته باشید، این موضوع یک موضوع کاملا انسانی. جای آرتیست به این بزرگی حقیقتا توی زندان نیست.